سلام. من مجددا امروز در مورد وسواس صحبت میکنم در ادامه کلیپ های قبلی و میخوام یه ذره بیشتر در مورد به ویژه رفتار درمانی رو وسواس صحبت کنم به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم. 90% کسانی که وسواس دارن کسانی هستن که میدونن این فکر مزاحمه، این رفتار مزاحمه و میخوان خلاص بشن از این رفتارها. 10% فکر میکنن عادیه و چیز غیر عادی وجود نداره. من روی صحبتم در مورد اون 90% و میخوام تاکید کنم فعلا روی رفتار درمانی ببینیم چه اثری داره. اجازه بدین اول یه مقایسه کنیم بین فکر منطقی و فکر وسواسی. غالبا وقتی از افرادی که وسواس دارن، مثل واژه‌ای که من وقتی میفته زمین میخوایم برداریم، میگم که آیا این از نظر شرعی نجس شده؟ میگن نه. آیا اینقدر کثیف شده که تو رو مریض کنه؟ میگه نه. میگم پس چرا باید آب بکشی؟ چرا باید مکرر بشوری؟ میگه نمیدونم. پس 2 فکر تو ذهنشه، یک فکر منطقی و یک فکر وسواسی. یک فکر منطقی وجود داره و یک فکر وسواسی وجود داره. ولی چرا از این فکر منطقی نمیتونه پیروی کنه؟ چرا فکر وسواسی زورش میچربه؟ چرا قدرت فکر وسواسی از فکر منطقی بیشتره؟ با وجودی هر 2 فکر رو داره، از این پیروی میکنه. با وجودی هر 2 فکر رو داره. چرا؟ پس این ترازو سنگین تره. فکر وسواسی مثلا اگه این 1 کیلو باشه و فکر وسواسی هم 1 کیلو باشه، این یه چیزی بیشتر داره. فرض کنیم نیم کیلو بیشتر داره. اون نیم کیلو چیه؟ بازم فکره؟ یا اضطرابه؟ یا ترسه؟ غالبا میگن فکره، ولی برعکسه. فکر نیست، اضطرابه، ترسه. و باید این ترس رو در درمان کم بکنیم. در رفتار درمانی ما چیز جدیدی به مریض یاد نمیدیم غالبا. فکر جدید، منطق جدید. بلکه اضطراب رو کم میکنیم، دلشورش رو کم میکنیم. برگردیم بیام نگاه کنیم به این چرخه. وقتی که فکر وسواسی یکی داره و این فکر وسواسی باعث دلشورش میشه، کثیفه، نجسه، یا جا مونده، کلیدو چک کنم، گم شده. و این اضطراب برای اینکه آرامش پیدا کنه بیمار چیکار میکنه؟ یه عمل وسواسی انجام میده. میره میشوره، میره چک میکنه، میره میشمره، یه کاری میکنه، یکی از این رفتارا رو میشماره، از این کارا رو انجام میده. عمل وسواسی آرامش ایجاد، اما موقتیه و دوباره این سیکل تکرار میشه. ما برای اینکه مریض خوب بشه یه جایی باید این سیکل باطل ببریم. کجا باید ببریم؟ در ویدیو بعدی خدمتتون میگم.